سلام به شما همراهان همیشگی کانال بیوگرافی فارسی. همه ترکیب بهار افشاری و حسن جوهرچی رو در سریال او یک فرشته بود به خاطر داریم. در ادامه خاطره عجیب از این دختر رو میشنوید. حتما تا انتهای ویدئو همراه باشید. حسن جوهرچی در سال 47 از پدر و مادری اردبیلی در تهران متولد شد. لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران داره. بازی در سینما رو در سال 67 با فیلم در تاریکی که بعد از 15 سال کامل شد شروع کرد. اولین بازی مطرحش در سینما در سال 70 با فیلم برخورد به کارگردانی سیروس الوند بود. اما با بازی در سریال در پناه تو در سال 73 به شهرت رسید. همسر آقای جوهرچی مهناز بیات چهره پرداز هست. این زوج صاحب 2 فرزند به نامهای علی و آوا شدند. آوا فرزند اول خانواده، دانشجوی داروسازی هست. دوره مهمانداری هواپیما رو گذرونده و در کلاس‌های بازیگری مرحوم امین طارق هم شرکت کرده تا بازیگر بشه. البته متأثر از مادرش و علاقه خودش قصد داره به صورت کاملا جدی طراحی لباس رو هم دنبال کنه. علی فرزند دوم خانواده، دانشجوی رشته فیلمسازی هست. در یک گروه موسیقی مینوازه و آهنگ میسازه و در کنار اینها بازیگری تئاتر رو هم دنبال میکنه. حسن جوهرچی با بازی در سریال در پناه تو به کارگردانی حمید لبخنده در سال 73 به شهرت رسید. در این سریال بازیگران دیگری مثل ایرج راد، پارسا پیروزفر، لعیا زنگنه و رامین پرچمی هم به ایفای نقش پرداختند. آقای جوهرچی در سال 89 در برنامه ویژه ماه رمضان شبکه سوم به نام ماحصل هم مجریگری کرد. حسن جوهرچی در ساعت 5 بامداد روز جمعه 15 بهمن سال 95 پس از تحمل عارضه کبدی و عفونت ریوی و کلیوی به علت ایست قلبی در سن 48 سالگی در بیمارستان امام خمینی تهران درگذشت. پرستار بیمارستان در خصوص بیماری آقای جوهرچی گفت که او دچار عفونت ریوی و فشار خون پایین بود و این مشکل 1 سال پیش از مرگ او تشخیص داده شده بود و به خاطر اون دارو استفاده میکرد. این عفونت باید تحت کنترل در میومد و بیمار از 2 ماه پیش از درگذشتش آماده دریافت پیوند کبد شده بود که به دلیل عفونت ریوی فوت شد. اما اکنون بهار افشاری بازیگر مطرح سریال او یک فرشته بود که با حسن جوهرچی هم بازی بود. بعد از چند سال از فوت حسن جوهرچی حرفای عجیبی رو بر زبان آورده. بهار افشاری اینطور گفته: من هنوز رفتن حسن عزیزم رو باور ندارم. فکر نمی کردم روزی برسه که حتی یک سکانس از کار محبوبم رو نتونم ببینم. بعد این همه مدت نمیتونم سریال رو ببینم چون 10 روز قبل از فوت بهم گفت حال خوبی ندارم. تقریبا مطمئنم 50 سالگیم رو نمیبینم. گفت بیا منو ببین، شاید 1 هفته دیگه نباشم. از عشقش به بچه‌هاش گفت، از رابطه عاشقانش گفت زود بیا، من 10 روز دیگه نمیمونم. لعنت به لحنی که هیچ وقت نذاشت بفهمم چقدر واقعی حرف زدی. حسن دقیقاً 10 روز بعد فوت کرد و من موندم و 1 عمر حسرت ندیدن رفیقم. روحشون شاد و آرزوی سلامتی برای خانواده محترمشون و خانم افشاری داریم. ممنون که تا انتهای ویدئو همراه بودید.